با سلام خدمت تمامی دوستان. بریم سراغ آموزش بکاپ گرفتن، ریستور کردن بکاپ. خب برای این کار وارد PHP MyAdmin میشیم. این قبلا آموزشش رو توی کانال گذاشتیم. برای نصب PHP MyAdmin وارد PHP MyAdmin که میشیم IP 2.8.10 که بزنیم پنل PHP MyAdmin رو باز میشه. یوزرنیم پسوردمون رو میزنیم، وارد PHP MyAdmin میشیم. با این صفحه روبرو میشیم. روی مرزنشین که بزنید تمام دیتاهای مرزنشین براتون بالا میادش و این تمام دیتاهایی هستش که ذخیره شده. برای بکاپ گرفتن از پنل روی اکسپورت که بزنید گزینه اکسپورت رو میزنید و بکاپ واسهتون دانلود میکنه. حتما باید قبلش روی مرزنشین بزنید و تیبل واسهتون باز بشه، بعد روی گزینه اکسپورت بزنید. اکسپورت رو که بزنید براتون دانلود میکنه. حتما توجه کنید که احتمال داره بعضی وقتا دانلود انجام نشه و اینا دوباره کلید کنید که حتما این دانلود براتون انجام بشه. برای ریستور کردن شما وقتی پنل رو نصب کنید باز همچین محیطی رو دارید. برای اینکه ریستور کنیم بکاپمون رو روی سلکت آل میزنیم و از این گزینه دراپ رو انتخاب میکنیم و از همون روزی که مطمئنید میگیم بله. بعضی وقتا این اتفاق میفته که چند تا تیبل میمونه، دوباره این کار رو انجام میدیم. دیلیت که بزنیم، حالا از شانسمون دفعه سوم هم لازم میشه دراپ یس. خب ما دوباره روی مرزنشین کلیک میکنیم، روی ایمپورت این بار میزنیم، این گزینه رو انتخاب میکنیم. ببینید من بکاپ چند بار امروز گرفتم واسه این کار. روی بکاپ اون که بزنیم از این قسمت پایین گزینه ایمپورت رو که کلیک کنیم میبینید که داره آپلود میشه. منتظر بمونیم تا آپلود تموم بشه. یه نکته تا این آپلود تمام بشه، این روش بکاپ گیری به درد زمانایی میخوره که میخوایم مرزنشین رو آپدیت کنیم، که سریعا یه بکاپی میخوایم که اگر تو آپدیت مشکلی پیش اومد به مشکل نخوریم. شدیداً پیشنهاد میکنم از بکاپ عرفان استفاده کنید، به خاطر اینکه توی تایم بندی های مشخص واسهتون بکاپ میگیره. چون هیچ وقت ما نمیدونیم کی قراره پنل به مشکل بخوره. مثلا حالا ما ایرانی یه مشکلی داریم که دیتا سنترمون به مشکل میخوره و سرورمون میبنده. این بکاپی که گرفتیم برای وقتی که پنل بالاه، ولی مثلا واسه وقتی که نمیدونیم بکاپ عرفان رو میتونید استفاده کنید که تایم بندی 6 ساعته روزانه 12 ساعته واسهتون اتوماتیک بکاپ بفرسته. میبینید که بکاپ ریستور شد و دیگه هیچ مشکلی نداریم. با تشکر از شما، امیدوارم که بتونید از این آموزش استفاده کنید.